وقتی مسئله عدد 41 داده شدگی همین اینا طرف راستش به و طرف چپش به یک پی دیگه همین رقم گذارید که همین عدد 4 رقمه ای حاصل می شدگی چند به تقسیم شود؟ 36 به 36 به اکنون برید بچه ها این به یک دور صنف ششنگی دانشگاهی گذشتگی مایه استفاده بریم. صنف ششنگی با نشانه های تقسیم شوی برای عددهای گذشته بریم. فهمیدید؟ نشانه چیه؟ تقسیم شوی برای عددها. امروز اهم نشانه تقسیم شوی مثلا دو به چه عددها تقسیم می شود؟ دو به فقط عددهای جفت تقسیم می شود نه؟ عددهایی که با 0 2 4 6 8 تمام می شوند. سه به چه عددها تقسیم می شود؟ سه به همه آن عددهای تقسیم می شود که سومه رقمهایشان سه به تقسیم شود. مثلا عددی فرض کنیم که 105 عدد 105 سه به تقسیم می شود نمی گفتنش انجام بدید همه رقمهاش جمع میکنید اگر همین جمع رقمهایش به سه تقسیم شود خودی عدد نیز به سه میشه تقسیم شود. اکو اهمیت نشانه‌های تقسیم شوی عددها ما به امروز بدونید سه دکار نشانه تقسیم شوی به 4 دکار نشانه تقسیم شوی به چند دکار 9 دکار چون که من اول یافتم تو 36 گرفتیم 4 ضربی 9 کردن 9 دکار. اکو اینو ببینید بگذار من این اول و آخر و من این رازریادی واحد رازریادی هزاره که بیگم حرفی اشاره کنیم 21 41 ایگری گوییم این عدد مایه همین عدد باید که به چند تقسیم شود؟ به 36 تقسیم شود یا که 36 ما میتونیم 9 ضرب چه گوییم؟ 4 اگر 9 ضرب 4 گوییم اگر این عدد باید که هم 9 به تقسیم شود هم 4 به تقسیم شود. فهمیدید؟ همون با اول نشانه تقسیم شوی به عدد 4 دیدم برویم و عدد 4 همین خیلی عددهای تقسیم می شوند که دو رقمی آخری نشان به چند تقسیم شوند؟ به 4 تقسیم شوند. فهمیدید می؟ مثال 10500 مثلا 15000 فرض کنیم 444 دو رقمی آخری نش چند؟ 44 4 رو تقسیم میشه می؟ به الان همین عدد هم تقسیم میشه. نه کلکولاتور ایت تقسیم کنیم تا عددی بتون برو. در تقسیم کنیم. چند برو؟ 302 50 یا دیدید می نشانه‌اش این بوده سن؟ پس اگر این عدد به 4 تقسیم شود انا این چیز چند به تقسیم شده نشه که 4 به تقسیم نشه یعنی یک ایگری که ما این دو تا رقمی آخری نش چند به تقسیم شده نشه که 4 به تقسیم نمی‌بینید 3861 خلاصه عددی بتون میبرد میخوایی؟ تمام؟ عددی بتون برای تمام شد دیگه ما با اگه اینه بینید باید این عددی یک دیگری که چند به تقسیم شده نشده که 4 بدن گوش کنید اکنون من به سوالی من جواب دید 2 میشه جای دیگری که چند شده نشده ممکن 2 6 4 کرند عدد تا 20 2 6 کدام ها های 12 های 4 به تقسیم میشه 16 های با همین 20 سال اینجا یک رو پیش هست 20 شدن امکان نده پس ایگری که ما دو حالت داشته است یکم ایگری برابر یا 2 شده نشده که دوم یا ایگری برابر چند شده نشده که ایگری برابر 6 شده نشده که فرض کردیم که ایگری برابر 2 شد یکم حالت دیدم بروی من کو ایگری برابر 2 شود این عدد چه میشه 21 41 چند 2 جای ایگری به 2 مونده اکنون همین عدد با چند به تقسیم شده نشده که 9 به تقسیم شده نشده خاصیت تقسیم شوی به عددی 9 یادتون بیارید کی یادش هم بده حاصل جمعش 9 به تقسیم شد بله 9 به همه عددهای تقسیم میشن که حاصل جمع رقم‌هایش 9 به تقسیم شود اگه این رقم‌هاش کدام‌ها اینجا هستند 1 4 1 2 x جمعی چند 4 x جمعی 4 جمعی 1 جمعی 2 انا این چیز چند به تقسیمشون نشده که 9 به باید که تقسیمشون نشده که اینو جمع کنیم چند میشه بچه‌ها
2 جمعی یکی جمعی 7 7 میشه همین؟ یکی جمعی 7 چند به تقسیم شده اشتراک رو؟ 9 به تقسیم شده. اگه تماشا کنید جای x چند مانیم که 9 به تقسیم شود. 2 مثلا 2 مانیم 2 7 9 میشه. 9 به 3 میشه. تقسیم میشه. با یگان رقم مانیم چند؟ چند مثلا؟ نه مانده نمیشه فقط رقم اینجا داره. مانده نمیشه یک تا 9 یا فقط 2 میشه مانده نمیتونیم چون که پیشان ایستاده است. رازیتی اهم پیشان ایستاده است. بنابراین این یک است دیگه. پس اینجا x برابری چند شد؟ انا رقم یک رو برابری x 2 دیگه کم 2 بود است. این رقم چند بود؟ 2412. انا این چیز به مدار و 36 تقسیم بشه بعد. تقسیم کنیم ببینیم. تقسیم کنیم چند بشه؟ چند؟ از 67. انا bu دویم حالت ببینیم. انا y برابر چند شد نشد رو؟ y برابر 6 بعد عدد ما چند میشه؟ x 4 1 چند 6 همین هم باید به چند تقسیم شود؟ به 9 تقسیم شود. اگر این عدد بخواهیم که به 9 تقسیم شود این رقم هاش هم بشه جمع کنیم هم چند به تقسیم شده کو 9 x جمع 4 جمع 1 جمع 6 چند به تقسیم شده کو 9 به تقسیم شده اگر جمع کنیم اگر کی 2 جمع 11 میشه x جمع چند میشه 11 میشه تقسیم این باید که به 9 تقسیم شود x برابر 7 میشه بعد از x الان خب چند شده کو 7 دیگه رقم باشم تو نه دیگه رقم شده نمیتونه یک تا 9 یک تا 9 میگیرد فقط یعنی معنی چی میشه نمیشه پس معلوم شد که رقم عدد دوم چند بوده 7416 7041 با 6 7416 یعنی تقسیم کنیم که چند بوده تقسیم 36 کنیم بگم ها 200 چند 206 آیا با یک عدد های میاد که جواب چه میگوییم جواب نتیجه امکانیت ندارد. تنها دو عدد. امکان ندارد که با دیگه عدد یابیم. دیدید انا که بچه‌ها دیدن خاصیت تقسیم شوی صنف شیشه با استفاده بردن ما چه است لازم بوده است. اما یک بار دیگه موضوعهای گذشته چون کنیم تکرار میکنیم. خیلی تمام درس